افغانستان سرزمین ماجراها با تاریخ پرتلاطم، از فراز رشادت‌ها تا فرود حکومت تاریکی. اما آنچه چراغ خانه را روشن نگه داشته نور امید است. گفتیم وقت روایت شماست و در این 2 سال تلاش کردیم انعکاس صدای شما باشیم. 3 2 1 و از گوشه و کنار جهان، از لندن، تورنتو، ترکیه، بروکسل، اسلام آباد، مهمترین مسائل روز را با شما در میان بگذاریم. و حالا در خانه جدیدمان در لندن هستیم. په پښتو ژبه له نوو خپرونو سره ستاسې په چوپړ کې با برنامه‌های جدید و زبان پشتو با شما خواهیم بود تا صدای بخش بزرگتری از مردم سرزمینمان باشیم. افغانستان اینترنشنال، خانه برای صدای شما.